عربستان سعودی روزخوری را آزاد اعلان کرد. عیسی در دین خود، موسی در دین خود. وزیر امور داخلی عربستان سعودی گفت افرادی که در ماه مبارک رمضان به صورت پنهان یا آشکار روزخوری میکنند نباید مورد تعرض قرار گیرند. یعنی کسانی که روزه نمیگیرند میتونند در ماه مبارک رمضان در بیرون از منزل روزه را پایبند کرده بزنند. مجازات نمیشه. سابق مجازات میشد. نه تنها گردشگران خارجی بلکه حتی مردم این کشور هم میتوانند در جمع مردم غذا و نوشیدنی بخورند. آزاد. وزیر کشور عربستان نواف بن عبدالعزیز میگوید که این تصمیم به منظور چشمانداز 2030 و رسیدن به پیشرفت و شکوفایی بهتر جامعه اتخاذ شده است. این تصمیم به خاطر گرفتن. سابق اگر کس مریض می بود یا اگر روزه نمی گرفت، روزه می خورد، مجازات میشد در بیرون. چی فکر میکنید؟ آیا عربستان کاری درست انجام داده است با این قانونش؟ اگر در افغانستان همچون قانون پیاده شود شما استقبال میکنید که مثال همگی بیایه بر سر کراچی بولونی استاچه و بولونی خدا بزنه در ماه مبارک رمضان در پیش کسایی که روزه میگیرن؟ کار خوب است؟